سلام به ابزار خیاطی‌های عزیز. امروز یه وسیله فوق‌العاده به خصوص برای کامیوندارا آوردم براتون. اگه می‌خواید با این وسیله آشنا بشید حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. همونطور که بهتون گفتم براتون پمپ گازوئیل کش آوردم اینجا که دارای دو مدل 24 ولت و 12 ولت هستش. حالا ما برای این نمونه اینجا 24 ولتش آوردیم. پمپ گازوئیل کش قابلیت کشیدن گازوئیل، بنزین، روغن و حالا سایر روغن‌ها رو از باک یا مخزن خودروها و کامیون‌ها داره و این کار رو براتون انجام میده. حالا من از داخل وسطش درش میارم. یه فیب داره، دفترچه داره، وسیله همراهشه، چند تا سوپاپ داره و اینکه خود دستگاه هم اینجا. این گازوئیل کش میتونه تا ارتفاع یعنی تا 15 سانتی متر از داخل اون مخزن اون مایع مورد نظر رو بکشه بیرون و تا ارتفاع 5 متر هم میتونه فاصله داشته باشه از این مخزن و همینطور میتونه تا 10 متر ارتفاع بالاتر هم به اون وسیله‌ای که میخواید اون سوپ رو انتقال بدید این انتقال رو براتون انجام بده. داخل هستش که فیبر هستش که برای محافظت از خودش چیز دیگه ای داخلش نیست. اینجا کلید روشن و خاموشش هستش. من بلند شم که بهتر مسلط باشم. و اینکه از این دریچه خودش اینجا نوشته این به معنای ورود یعنی داخل میشه، اوت به معنای خروج از اینجا هم خارج میشه که حالا این سوپاپا رو میبندید بهش و ازش استفاده میکنید. یه دسته هم داره که خیلی راحت میتونید حملش بکنید. حالا اطلاعات بیشتر بود من داخل فیلم براتون میذارم. و این دوتا انبار اتصال هم وصل میشه به داخل باتری خودرو که 12 ولتش معمولا برای باتری ماشینای سواریه، 24 ولتش برای کامیون و حالا وسیله‌های سنگین‌تر. خب دوستان یه نکته مهم در مورد گازوئیل کشا بگم خدمتتون. دارای گارانتی 1 ساله هستن این گازوئیل کشا و حالا انواع وسایل گاراژی و مکانیکی که مورد نیازتون بود میتونید برای خریدش به ما مراجعه کنید. امیدوارم که پیروز و موفق باشید. یا